سلام، به اخبار خوب این هفته از یقین خوش آمدید. امروز پنجشنبه سیوم قوس 1401 هجری شمسی که برابر میشود با 24 نوامبر 2022 میلادی. کشورهای جهان سرانجام امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم فراغت 511 تن از نیروهای امنیتی از مرکز تعلیمی پلیس هرات گفت که کشورهای جهان سرانجام امارت اسلامی را به رسمیت میشناسد. 120 اراده واسطه آمبولانس که از سوی اداره امور خریداری شده است به وزارت صحت عامه تحویل داده شد. این آمبولانس ها که با هزینه 6 میلیون و 451 هزار دلار آمریکایی از سوی ریاست تدارکات ملی اداره امور از ازبکستان خریداری شده است، امروز به مسئولان وزارت صحت عامه تحویل داده شد. مسئولان صحی در بغلان میگوید که محروقات و ادویه 5 ماهه برای مراکز صحی که راههای صعب العبور دارند فرستاده شد. این مراکز صحی در ولسوالی های بنو، برکه، جلگه، خوست و دوشی ولایت بغلان موقعیت دارد. در یک سال گذشته حدود 1 میلیون افغان به کشور بازگشتند. معین وزارت امور مهاجرین میگوید در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون افغان به کشور بازگشتند و نزدیک به 2 میلیون نفر در داخل کشور اسکان داده شدند. وی برگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه و برگشت 1.2 میلیون بجا شده داخلی به جایهای اصلیشان را دستاورد مهم در یک سال گذشته عنوان کرده است. مسئولان در ریاست حوزه فرعی دریای قربان چاریکار از بهره برداری 2 پروژه آبیاری خبر می‌دهند. رئیس حوزه فرعی دریای قربان میگوید این 2 پروژه شامل احیای بازسازی کانال های توپدره مربوط مرکز پروان به طول 1650 متر و کانال اشکنده واقع ولسوالی سیاگرد، اعمار 52 متر دیوال استنادی و پاککاری از 2 کیلومتر کانال از وجود مواد رسوبی می باشد. انجینیر محمد نادر کاکړ رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون شهری هرات گفته است که این اداره در 6 ماه سال 1401 حدود 168 میلیون افغانی عواید داشته است که نسبت به سال گذشته 54% افزایش را نشان می‌دهد. اخبار خوب هفته روزانه انعکاس مهمترین رویدادهای خوب در یک هفته اخیر است. همکاران ما در رسانه یقین می‌کوشند تا نابترین و نایابترین ویدیوها را برای شما ارائه کنند. ما در تمامی صفحات مجازی با ویدیوهای متفاوت مارام یقین میدیا منتظر شما هستیم. تا هفته بعد و رویدادهای خوب دیگر، بدرود.